بینندگان عزیز سلام تقدیم می دارم. پروگرام سی امروز ما درباره بلندی فشار چشم یا گلوکوماست. مریض که نزدتان میایه شکایت از کمی دید میکنه یا لاس آف ویژن میکنه. خب قبل از اینکه من درباره گلوکوما یا بلندی فشار چشم براتون معلومات بدم، میخوایم یک تشخیص تفریقی کمی زیادی فشار چشم یا کمی دیده براتون بکنم. یکی حالت حادش است، سه حالت معمول حالت حاد کمی بینایی، یکی تروما یا فارن بادی در چشم است، حالت دومش ریتینال یا وین اوکلوژن است، حالت سومش ریتینال دیتچمنت است و سه حالت مزمن دفتنی کمی بینایی و بعضا با حالت کرونیک ای واقع شده میتونه عبارت از کاتاراکت، age-related macular degeneration و گلوکوماست. خب حال ما درباره گلوکوما یا فشار چشم بلند براتون صحبت میکنم. این یک حالت پروگرسیو اپتیک نیوروپاتی است که یعنی اپتیک نرو یا عصب دوم چشم دمیج میشه یا خسارت پیدا میکنه و دوباره این ریورسیبل نیست. وقتی که یک بار دمیج شد دوباره جور نمیشه و همچنان ویژوال فیلد یا پریفرال ویژن که چطور ما اطراف میبینیم این خراب شده میره. خب اینجا ما میتونیم میره تشخیص کنیم توسط فندوسکوپی یا افتالموسکوپی که یک آله است و میخوایم ما داخل چشم ببینیم و پوپیل را توسط بعض دوا مثل فینیلفرین یا سیکلوجل ما کلان میسازیم و داخل چشم ما میبینیم. ما چی را مشاهده میکنیم؟ کپ دیسک رشیو که یعنی هید اپتیک نرو است و این هید اپتیک نرو میبینیم و اگر همی کپ دیسک رشیو از 0.4 میلیمتر کمتر باشه یا حالت نرمال است. اگر از 0.6 میلیمتر بالاتر باشه اشتباه از این میره که چشم گلوکوما یا بلندی فشار چشم وجود داشته باشه. خب اول دید محیطی از بین میره و گلوکوما بعد از او آهسته آهسته دید مرکزی از بین میره. خب ما چطور وقتی که مریض پیش ما میآید چطور ما تاریخچه میگیریم؟ اول پرسان میکنیم درباره فامیلی هیستوری که مادر، پدر یا خواهر، برادر، مادر کلانا کسگی فشار چشم بلند داره، دید یا ویژوال اکیویتیش چطور از کم شده. وقتی که سلیت لم اگزامینیشن زیر ماشین میکنیم ما انتریور چمبر میبینیم که انتریور چمبر شالوس یا بسیار عمیق نیست. در وقتی که در سلیت لم اگزامینیشن میکنیم میبینیم که سر آیریس یا قسمت نسواری چشم یک سایه مفته. ما اشتباه میکنیم که انتریور چمبر شالوس یا عمیق نیست یا سایز نرمال نیست. خب افتالموسکوپی که میکنیم یا فندوسکوپی میکنیم کپ دیسک رشیو رو میبینیم و همچنان وقتی که فشار چشم معلوم میکنیم فشار چشم به سه طریق ما معلوم کرده میتونیم. فشار چشم نشته میکنیم انترا اوکولار پریشر یا آی او پی، یکی توسط تونومتری، یکی توسط تونوپن که حال زیادتر تونوپن استفاده میکنن و در نوک تونوپن یک حالت دیسپوزیبل میمونن و چشم مریض معلوم میکنن و دیگه توسط گلدمن تونومتری که یک آله یا یک ماشین است که در سلیت لم هست و فشار چشم بلند ما معلوم کرده میتونیم. خب کپ چطور می باشه که سنترالش رنگش یلو می باشه، اطرافش دورش یک قسم آرنج می باشه که همی کپ دیسک رشیو قسمت مرکز و بیرونش دیسک یا اپتیک نرو یا عصب دوم می پنده در فندوسکوپی و ما اشتباه گلوکوما را کده میتونیم. خب ما گفتیم که ما این حالت است که دوباره ریورس نمیشه یا جور نمیشه وقتی که نرو دمیج شد و سبب کم دیدی یا نابینایی دائمی شده میتونه. خب گلوکوما دو نوع است، یکی اوپن انگل که تقریبا 90% اوپن انگل گلوکوما است و دیگه نارو انگل و یا کلوز انگل که تقریبا 10% می باشه. اوپن انگل بسیار کامن است و زیادتر در اروپایی ها و افریقایی ها و بعض نورت امریکا یا زیادتر دیده میشه. کلوز انگل 10% که دیده میشه این غیر کامن است و اما در چاینیزا نارو انگل یا کلوز انگل هم زیادتر دیده میشه.
خب اعراض گلوکوما چیست؟ اعراض گلوکوما را به دو طبقه بندی میکنیم، یکی اوپن انگل، یکی کلوز انگل. خب اوپن انگل را گفتیم که 90% است و این یک حالت کورس کرونیک داره یا مزمن داره و این بدون درد می باشه چشم و میتونه که فشار چشم بسیار بلند نباشه یا کم بلند باشه و کورنیا و حدقه چشم این حالت نرمال داشته باشه، هیچ دلبدی و استفراغ نداشته باشه. اما در کلوز انگل که تقریبا 5 تا 10% است، چشم میتونه ردایی باشه یا چشم سرخ باشه، حالت حاد دفتنی شروع شوه، فشار چشم یا آی او پی بسیار بلند باشه و خود کورنیا یا قسمت شیشه چشم هزی باشه یا اودیما داشته باشه یا یک حالت غبارآلود داشته باشه و همچنین دلبدی و استفراغ داشته باشه. و وقتی که طرف چراغ یا لایت سیل میکنه در کلوز انگل، یک شکل هلو یا حلقه دیده میتونه. خب ما اینجا درباره از این گپ زدیم و اما حال میریم به باره تداویش که ما چطور فشار چشم بلند ما کم کنیم. هدف تداوی ما است که در هدف تداوی اول ما است که ما تقریبا 25 تا 35% یا 40% فشار چشم توسط دواها ما پایان بیاریم. خب یکی از دوایی که فشار چشم پایان میاره یکی اتیملور است که اکواس هیمورا یا کم میسازه و این روز یک دفعه میدن. بیتا بلاکر است از طرف صبح به چشم مریض و همچنان باید ما بفهمیم که فشار چشم در صورتی که از طرف صبح یا روز اندازش فرق میکنه، از طرف شب اندازش کمتر میشه، زیادتر فشار چشم از طرف روز معلوم میکنن. خب ما گفتیم که تخریب در اپتیک نرو است گلوکوما و اینال ما چی میکنیم که دو هدف بر تداوی داریم. یکی میخواهیم که انفلو کم بسازیم، یعنی چی؟ دوایی میدیم که سر سلاری بادی در چشم تاثیر کنه و این دوا مثالش بیتا بلاکر یا تیملول است که گفتم، کاربونیک انهیدراز اینهیبیتور است که مثالش اسپت است و الفا 2 اگانیست است که مثالش الفاگن است و دیگر دوایی میدیم که اینکریز کنه اوتپوت از طریق کانال شلم که در یک انگل است در بین آریس و کورنیای چشم. خب این دوا مثالش دوای پروستاگلاندین است که زلاتان یا تراواتان، لمیگان نامای مختلف داره. الفاگان هم در این خانه میاد که اینکریز میکنه اوتفلوی چشم از طریق یعنی اکواس هم میکشه از طریق کانال شلم. خب حال ما فرست چایس دراپ میبینیم که برای گلوکوما چی است. فرست چایس دراپ برای گلوکوما زلاتین است، تراواتان است، لمیگان، الفاگان، این دوای خاندان پروستاگلاندین است و همچنان که الفاگان زیادترین دوایی است که زیادترین تاثیر داره ببخشین که فشار چشم پایان میسازه. خب از پروستاگلاندینا ما براتون یاد میکنم که اینا بعضی ساید افکت هم دارن که ساید افکت هایش عبارت از رد آی، بعضا آیلش گرو نمیکنه و خود آیریس شکل دارک میگیره و ساید افکت بیتا بلاکر مثل که قبلا هم میفهمین هارت ریت کم میکنه و لیبیدو رو کم میکنه. الفاگان ساید افکتش میتونه الرژی باشه، درای ماوت باشه، فاتیگ باشه. کاربونیک انهیدراز اینهیبیتور یا ازپ ساید افکتش میتونه یک استنگینگ یا متالیک تست این د برین باشه، ببخشین در دهن باشه که دان مزه خرابتر میده. خب اگر ما با دوا تداوی کرده نتونستیم گلوکوما را، تداوی دومش لیزر است که حال بسیار تداوی لیزر بسیار کامن است و چطور میکنن که وقتی که لیزر میتن فوکس میکنن با فیلترینگ سیستم یا ترابیکولار مشورک یا ترابیکولار پلاستی میکنن و یک هول واز میکنن در نای ترابیکولا و از این طریق هول امی اکواس از قسمت انتریور چمبر از طریق کانال شرم به داخل میره و دریناژ صورت میگیره و فشار چشم بالا نمیره. خب تداوی های لیزر دو نوع لیزر است، یکی آلگان لیزر است و یکی دیگه لک لیزر است که به نام سلتی یاد میشه و ایره چطور میکنن که اول تاپیکال انستیک یا تتراکاین یا الکاین در چشم مندازن و بعد از او یک
دکتر یک کانتاکت لنز در ماشین مخصوص لیزر در چشم مریض میمانه و یک مواد لزوجی را که تیر جل میگن میزنه و دفعتا یک شات لیزر میتن و چشم هول میسازه در نایل آیریس و یک روزنه باز میکنه. خب اگر تداوی دیگهش این تداوی را به نام آیریدکتومی هم یاد میکنن و تداوی دیگهش تداوی جراحی است که زیادتر انواسیو است ولی پیشتر نمیرن در جراحی و با تداوی لیزر و بعداً فالو اپ چشم مریض تداوی میکنن. خب بینندگان عزیز، خدا کنه از پروگرام سیما خسته نشده باشین. خداوند یار و مددگارتان باشه. خدا حافظ.